عاشقم کردی کاشکی بشه برگردی اصلا کاشکی بگی دلتنگی بگی پشیمونی دل کندی بپرسی از حالم بگی من هنوز دوست دارم اشتباه میکردی که بعد میگفتی دربارم به 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 واقعا هر چقدر دست بزنیم کمه، چرا که فرهاد فروتنی هم فروتنه، هم خوش صداست، هم استایل خواننده رو داره. به پای شما نمیرسیم، به پای شما نمیرسیم. مستر پاور فروتنی ladies and gentlemen very nice آقا. سلامت. خواستم دیگه کاملا ببرمش توی به زودی در عرصه جهانی خوانندگی کنه. فرهاد فروتنی خوش صداست، خوش تیپ، خوش استایل. حالا باید همه اینا رو کلمات فارسی پیدا کنیم، به این شکل میشه که بگیم که بسیار از تیپ خوبی برخورداره. بازم تیپ هم خارجی شد، اصلا بدش کن. خودت خوبی؟ فرهاد جان یه ذره از خودت بگو، این کاری که خوندی، بعد سلام علیک و تبریک. عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم عزیزمون، همچنین خدمت شما مجریای محترم عزیزم. شب یلدا رو تبریک میگم، همچنین روز پرستار با افتخار در خدمت شما هستم. متشکرم. من هم باز هم یه بار دیگه تبریک میگم به پرستاران نازنین، به کادر درمان خدا قوت میگم. کاری که اجرا کردی خیلی عاشقانه بود. امروز هممون باید دنبال این باشیم که امید داشته باشیم، از خدا بخوایم، توکل داشته باشیم که لحظاتی که پیش اومده یه جوری ذهنمون رو تخریب نکنه. با این اشعار خیلی کمک میکنه. اسم کار چی بود؟ اسم کار هست عاشقم کردی. بله. خدمتتون عرض شود که ترانه و ملودی از پارسا، تنظیم میلاد ترابی و همین با صدای گرم تو. سلامت باشید. ببخشید ما تو رو آوردیم تو فضای آزاد، باعث افتخار لذت میبرم از مصاحبت با شما. واقعا مجریای ماشاءالله پر انرژی کار کردن با شما باعث افتخاره. متشکرم. ما هم لذت بردیم از صدای گرمت، همین که لباس خوب و گرم پوشیدی خوشحالم، چون از این میترسم که تو این فضا نکنه خدایی نکرده فرهاد جان یهو سرمایی بخوره و بعد ما بشیم مقصر. برای ازت خیلی ممنونم. امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی که انشالله پیش رو خواهیم داشت از شما بهره مند بشیم و لذت ببریم صدات. به زودی در عرصه‌های استیج و کنسرت های خوب ازت ببینیم. متشکرم فرهاد فروتنی، سپاس فراوان دارم از شما. هم ممنونم که با ما همراه هستید. میریم به اتفاق داخل پیش مرتضی حسینی و دو استاد بزرگوار، یکی در عرصه دوبلاژ نصرالله متقالچی و دیگری در عرصه ادبیات استاد الهامی. مرتضی جان در خدمت شما هستم. بهمن جان متشکرم از شما. همینطور خواننده جوان آقای فرهاد فروتنی. آقای دکتر